سلام، من مریم سنی، مشاور وام مسکن در کمپانی مورگیج الاینس هستم. در چندین برنامه آینده هدفم اطلاع رسانی در مورد نحوه گرفتن وام مسکن در کانادا برای هموطنان فارسی زبانم. اول از همه میخوام توضیح بدم که اصلا وام مسکن و چه کسایی احتیاج دارن وام مسکن بگیرن و اصلا وام مسکن به چه درد میخوره. اینجا ما تو کانادا خوشبختانه بانک ها تا سقف 95% خرید و در صورتی که واجد شرایط باشین بهتون میتونن وام بدن. این خیلی کمک میکنه که همه رو صاحب خونه میکنه. کسانی احتیاج به وام مسکن دارن که میخوان خرید خونه بکنن، یا میخوان خرید بکنن یا میخوان که خونه ای رو که دارن ازش بیشتر پول بیارن بیرون که به اون میگن ریفایننس کردن. برای هر دوتای اینا چند تا المنت هست که خیلی مهمه. یکی از اونا کردیت افراده، یکیش درآمدشونه، یکیش اون پراپرتی یا اون ملکیه که دارن خرید میکنن و یکیش مقدار پیش پرداختیه که دارن میذارن. این 4 تا چیز تعیین کننده واجد شرایط بودن کلاینت برای گرفتن اون وام. اطلاعات مختلفی بیرون هست. مردم خیلی اطلاعات اشتباه زیاد دارن در مورد مثلا کردیت، نحوه چطوری کردیت میشه خوب نگه داشت، یا حتی دام پیمنت یا چیزهای مختلف. که دلیلی که من دارم این ویدیو کلیپ ها اصلا درست میکنم اینه که یه سری اطلاعات غلط و اگه بتونم درستش رو به مردم اطلاع بدم. اول از همه میخوام راجع به کردیت حرف بزنم. کردیت یکی از مهمترین چیزهاییه که بعضیا میگن مثل بچه آدم میمونه. اگه که ازش مواظبت نکنی یه کلمه وقت بیچاره ای، اصلا هیچ کاری نمیتونی بکنی. کردیت خوب به کسی میگن که یکی این که به موقع پرداخت کرده باشه، که اینو همه میدونن که باید تمام قرضاشون رو به موقع پرداخت کنن. ولی چیزی که نمیدونن مردم اینه که فکر میکنن که باید خیلی زیاد استفاده کنن. فکر میکنن مثلا اگر $1000 کردیت دارن همش باید اینو مرتب استفاده کنن، مرتب پرداخت کنن که خوش کردیت باشن. در صورتی که ما وقتی کردیت شما رو نگاه میکنیم فقط آخرین باری که اون استفاده کردی میبینیم. هیچ لزومی نداره 500 بار استفاده بشه. این خودش استفاده کردن زیاد باعث بدهکاری بیشتر میشه. بدهی خودش یکی از چیزهایی که کردیت میره پایین. شما مثلا اگه $1000 کردیت کارت دارین، اگه این $1000 رو $900 دارین استفاده میکنین، برعکسی که همه فکر میکنن خوبه، این کردیتتون میره پایین. ما دوست داریم که مکسیموم تا 75% شو استفاده کنین. در نتیجه شما یه بار در ماه هم استفاده کنه به موقع پرداخت کنین خیلی خوبه. یکی دیگه از چیزهایی که کردیتتون رو خراب میکنه چک شدنشه. کلا منطقی که روی کردیت هست اینه که شما نیاز مالیتون چقدره. نیاز مالی رو ما با چی میفهمیم؟ یکی این که شما اگه $1000 کردیت کارت دارین همش استفاده کنین، خب پس پول احتیاج دارین. یکی این که مرتبا چک شده باشین، انگار که دارین دنبال پول میگردین، انگار که دارین از این ور به اون ور میرین که احتیاج دارین، سامها اینو احتیاج دارین. در نتیجه کردیتتون رو میاره پایین. و یکی دیگه از چیزایی که خیلی اسکور کردیتتون هم خیلی مهمه. باز توی عوام خیلی همه فکر میکنن که اسکور بالا تنها چیزی که نگاه میکنیم، ولی این ریختی نیست. کوالیتی کردیتتون از همه چی مهمتره. شما اگه یه دونه کردیت کارت $1000 داشته باشین و اینو اصلا استفاده نکنین، کردیتتون 850 است. ولی از نظر ما اصلا کردیت ندارین، چون ما نمیتونیم ببینیم باز پرداخت شما چجوریه با یه دونه کردیت کارت $1000. منیج کردن یه دونه کردیت کارت $1000 رو همه میتونن. چیزی که ما دوست داریم ازتون ببینیم اینه که حداقل سه تا ترید لاین بهش میگیم. حالا نه فقط کردیت کارت، میتونه کار لون باشه، میتونه استودنت لون باشه، میتونه فایده و راجرز و اینا تو کردیتتون معلوم میشه ولی کردیت حساب نمیشه. ولی هر چیزی که باز پرداخت داره و اینو شما دارین به موقع پرداخت میکنین، این یه ترید لاین حساب میشه. ما دوست داریم 3 تا داشته باشین و مینیمم لیمیت اینا $2000 باشه اقلن. هرچی بیشتر باشن بهتر. باز اینم توی عوام هست که همه میگن که مثلا ما کریدیت کارت به ما آفر دادن $10,000 نگرفتیم، گفتن به ما کریدیت رو خراب میکنه. اصلا هم چیزی نیست. کریدیت کارت $10,000 داشتن نشون میده قدرت کریدیت شماست. استفادهش نکنید، $1000 استفاده کنید. این کلی اسکورتون رو میبره بالا.
با کمک یک مشاور آگاه هیچ راهی بسته نخواهد بود. رتبه اول وام مسکن کانادا. مریم صنیعی 416 836 7100